خوش اومدید به استودیو تنها بوم. این اولین قسمت از برنامه زخم کهنه است. اسم برنامه رو گذاشته بودم زخم کهنه، ولی خب چون از بعد به ورودشون با این مشکلات زندگی کردن اسمشو گذاشتم زخم کاری. با هم ادامه پادکست رو ببینیم. اینجا راجع به مشکلاتی که توی سنفا پرسنل باش دارن و هیچ وقت حل نشده صحبت میکنیم. امروز هم مهمون آقای ارشیایی. خوش اومدی آقا. قربونت. منم سلام میدم به تو آرمین، به بچه هایی که حالا دارن میبینن اینو و تمام مخاطبینت دیگه. قربونت. خوب هست حالت؟ آره خوبم. اوکی. با کارت چطوری؟ خوبه، من دوست دارم این کار رو، با اینکه خیلی بالا پایین داره ولی حال میده. درسته. خب بهمون بگو چی شد که شروع کردی، اصلا تصمیم گرفتی بری تو این کار، اکی تو این کاری و بعدش بریم کم کم سراغ مشکلات حل نشده، زخمای کهنت. من که الان تقریبا 11 سال تقریبا تو این کارم. دانشجو بودم، تصمیم گرفتم که یه کاری شروع کنم، یه مشغول شم، یعنی اون تایم خالی بین دانشگاه کلاس و اینا رو پر کنم. تنها کاری هم که تو ایران میشه پارت تایم انجام داد به نظر من دانشجویی کافه است. واقعا پارت تایمه؟ نه اسمش پارت تایم، واردش میشه دیگه پارتی نداری. اول که وارد شدی فکر میکردی چه سختی داشته، بعد واقعا اون سختی اونا بود یا با یه چیز عجیب غریب جدید؟ نه من که اصلا هیچ ایده راجعش نداشتم، من فقط فضاشو دیده بودم، خیلی بهم حال میداد. بعد خب تقریبا 14-15 سالگی هم با بچه‌ها مثلا میرفتیم کافه‌های مختلف، حالا چند تا هم بیشتر نبود، همونا رو میشستیم بعد کلاس و مدرسه و اینا. ولی نه هیچ ایده راجع به سختی و خب هر کاری سختی خودشو داره، ولی این کار یه سری سختی بامزه‌ای داره که دهنت تو سرویس بود. آره حسابی سخته. آره. اصلی ترینش چی منظره؟ حقوق. مزایا نداره، حقوق هم نداره زیاد. چی داره؟ حال میده. نگران نشدی که تو کاری هستی که نه حقوق داره نه مزایا، چیزی که داری میگی حالا اولش این نبود که؟ آره. خب الان نگران نیستی که زندگیت دیگه رفته؟ ببین چرا، به هر حال یه سری نگرانیه تو همیشه داری دیگه، ولی توی هر کاری تو 10 سال 11 سال وقت بذاری به هر حال یه ذره جاپات سفت میشه، یه ذره اعتبار پیدا میکنی. بعد الان کمتر شده ولی خب این تورمه داره اذیت پدرمون رو در میاره. مستقیم هم که شما حقوق جابجا نمیشه. نه حقوق مگه تو ایران جابجا میشه؟ چرا؟ یه ذره کم بابا. آره. یعنی اگه مثلا تورم 40% حقوق 10%. آره. نمیرسه. هر کاری کنی بدوی نمایشگاه ماشین نیست که. از جوش بگو، حالا اون مشکلاتی که حقوق چجوریه؟ حقوق مشکلش که اصلیش میره رو کارفرما دیگه یا حالا آره کارفرما سیستم همه اینا هست دیگه. وقتی توی بیزینسی صنفی داری کار میکنی که اصنافی براش تعریف نشده، کسی مطلع بالا سر این داستان نیست، 1000 تا باگ پیش میاد دیگه. الان جوازو کی میده؟ ببین ما الان زیر مجموعه اولویتش قناداه، اصلی ترینش زیر مجموعه قناداه، ولی خب سفره‌خانه و قلیون آخه همه هر کی هست میتونه یه دونه جواز بده. یعنی تو برو کتاب بچین، برو از کتاب فروشا هم میتونی جواز بگیری، کافه کتاب بزنی. ولی وقتی که همینجوری پخش و پلاه و به نظر من تعداد کافه ها الان از کتاب فروشی ها، قنادی ها، آجیل فروشی ها، نونوایی ها بیشتره و رو به رشد هم هستن همچنان. شاید 10 تا شیرینی فروشی باز شه تو سال، ولی 100 تا 200 تا کافه رستوران و کافه داره باز میشه، لوکال و غیر لوکال، صنعتی، همه مدلش هر روز داره باز میشه. ولی همچنان آدم مطلع که تو این صنف بوده و وقت گذاشته بالا سر این کار نیست. الان گفتی حقوق و مزایا. ما حالا تو خود کشور یه سری قانون کار داریم که وزارت کار تعیین میکنه، یه سری هم تو هر صنفی. مثلا من خودم مشاور کسب کار میدم، مثلا قرارداد من این قرارداد با اون قرارداد کلی فرق داره. میبینم مثلا طرف چی میخواد، من چی میتونم، چقدر تایم میتونم بذارم، یه قیمتی میدیم بعد تفاهم میرسیم. الان بیشتر تو کافه ها طبق قانون کار داره پیش میره یا نه مثلا بین خود کارفرماه و این تو چه لولی تغییر میکنه؟ مثلا طرف تو وقتی که تجربه داری به نظر من قانون کار خیلی نمیتونه کمکت کنه، چون به هر حال تا یه جایی حقوق مثلا تعریف شده تو قانون.
یعنی به ضررت تموم میشه یه جایی آره تو تجربت که میره بالا، اعتبارت که میره بالا، دیگه یه دیل بین تو و کارفرمات. اگه اون تازه متوجه این تجربه و اهمیت کار و تخصصت بشه، باز که اون میشه کارفرمایی فهمیده و کارفرمایی که کار رو بفهمه. ولی به نظر من برای نیروی تازه کار قانون کار اولویت باید باشه، چون تا جایی که تو این صنف بتونن نیروی کار صفر رو با پایین ترین حقوق استخدام میکنن. یعنی عملا دارن بیگاری از یارو میکشن دیگه، مخصوصا تو بخش سالن. ضعیف ترین و کم اهمیت ترین قسمت کافه رو گذاشتن سالن، در صورتی که مهمترینه به نظر من. سالن داره که ویتره که داره با مشتری صحبت میکنه، پرزنت میکنه، نماد اون کافه است. مثل اینکه شما برید توی فروشگاه لباس، طرف باید خیلی سرد و بیحال و بی‌حوصله برخورد کنه. تو دیگه اونجا نمیری لباس حتی بهترین لباسا رو داشته باشه، ترجیح میدی بری یه جایی که یارو مثلا با انرژی با حرف بزنه، وقت بذاره برات، حال بده، رفیق شه باهات. کافه هم همینه، کافه یه فضای دوستانه است. تو میری اونجا که حالت خوب شه به عنوان مشتری، هر چی بیرون داشتی و ول کردی، رفتی اونجا یه قهوه‌ای بخوری، نوشیدنی، یه غذا، یه چیزی بخوری، یه انرژی مثبتی دریافت کنی، بیای بیرون بری بقیه اون داستانه که برات هست و ادامه بدی. الان تا کافه‌ای که کار کردی همیشه یه سری نیرو جدید آماتور وارد این صنف دارن میشن. وقتی دارن واردش میشن بهشون مثلا میگی آقا کار اوکی داری میکنی یا نه؟ میگی نه یا اینور واقعا اذیتت میکنه، آینده خاصی در انتظارت نیست. ببین من حال میکنم با کسی که میاد جدید، ولی خب بهش توضیح هم میدم که چه اتفاقایی افتاده از قدیم تا الان. ولی خب تو 2-3 سال گذشته خیلی بهتر شده. خیلی آدمای متخصص اومدن، کورس های مختلف برگزار کردن، اصلا پرزنت کردن تخصصت هم بهت یاد دادن که تو باریستایی یا آشپزی یا هر چی چجوری اصلا کارتو پرزنت کنی به روز مصاحبه. ولی نیروی کار تازه به نظرم جای کار خیلی داره، میتونه علاقهش رو پیدا کنه. خب الان هم که خدا رو شکر این صنف خیلی باز داره میشه، یعنی از رستری و بیکری گرفته، آشپزخونه، شف، نمیدونم کمک آشپز، هر چیزی میتونی تو علاقت رو، حتی سالن تو میتونی مدیر سالن خیلی خفن بشی، یه سوپروایزر خیلی با تجربه بشی و راه اندازی عجیب غریبی بگیری، آموزشای درست بدی. تو بخش هتلداری میتونی وارد چی، حتی اونورم استقبال میکنه، یعنی هتلداری آره اصلا کورسای خفنی داره، دانشگاه آکادمیک میتونی دانشگاه بری برای همین موضوع. کل دنیای بیزینسیه که به این نیاز دارن، یه بیزینس خدماتی. یعنی تو اگه پیشرفت کنی و آپشن مهاجرت هم داشته باشی، میتونی اونجا خیلی راحت گیریمتو از آب بکشی بیرون. این مشکلایی که داشتی باعث شده یه روز اعتراضی سنگین داشته باشی؟ آره یه بزنی زیر میز و بگی آقا دیگه نه؟ آره یه روز کاری بامزه، یعنی اتفاق باحالی افتاد. یه جای ما یه مجموعه دستمون بود که صاحب مجموعه 3-4 سال هم بزرگتر و خیلی با ما رفیق بود، میگفت میخندید، همیشه با هم بودیم، یعنی تو فضای اون کار. ولی خب داشت سوء استفاده هم میکرد دیگه از این رفاقت، یعنی به پای حقوق که میرسی الان چک دارم و سقفم پره، این همیشه هست دیگه، هر روز سقف پره، از 8 صبح تا 12 شب سقف پره. 12 شب هم که میخوابم معمولا دیگه هاشون میره. ولی یه روزی بود که بچه ها اومدن کافه، خب ما چند تا از دوستان داشتیم کار میکردیم اونجا، دستمون بود، اومدن کافه، همه کلافه 22 سوم ماه شده بود، حقوق مثلا بین 5 تا 10 بسته بودیم که آقا واریزی ها. بچه ها هم روی این موضوع مثلا یکی رفته گوشی قسطی خریده بود، یکی ماشینش رو گذاشته بود تعمیرگاه، یکی مثلا اجاره خونه داشت کمک خانواده میکرد، به هر حال 1000 تا مشکل همه دارن دیگه. بعد اومدن بالا و طبقه بالا بودیم ما، پایین رستوران بود، طبقه بالا کافه بود، اومدن همه کلافه، عصبی، کج و کله. یه موردی همین کج و کله که گفتی، به نظرت از نظر حرفه‌ای این که حقوق سر تایم باید داده بشه شکی درش نیست؟ خب یه قولی، یه تعهدی، الان پرسنل تو اصلا هر کارفرمایی یه تعهد پرداخت داره، هر پیمانکاری، حالا هر کسی که کارگر پرسنل هر چیزی کلی تعهد بابت اون پوله باید بده. دقیقاً اون یه تعهد، این 100 تا تعهد. حالا با توجه به این اگه اون دیر کرده اتفاق بیفته، حالا فرض رو بر این بذاریم که 1-2 بار شده، یعنی یه گذشته هم بوده که
به نظر تو حرفه‌ای که مثلا پرسنل کم کاری کنه یا نه اون بعد دوباره همون کاری که از اول مثلا انجام میده با همون کیفیت انجام بده؟ ببین چون من دیدم چون حقوق نگرفتن یا اون مزایایی که میگین نگرفتن عمدن مشتری رو از اون کافه پروندن. آره این پیش میاد. ببین وقتی تو به دفعات مثلا چک قسطت برگشت بخوره، زنگ بزنه صاحب خونه‌ای که داری اجارهش رو میدی به توپه بهت، تو مغزت دیگه کار نمیکنه که بخوای خدمات درست ارائه بدی. کار ما خدماتیه، ارتباط با مخاطبه، ارتباط با مشتری. معلومه حوصله‌شو نداری. خب ولی حرفه‌ای چی میگه؟ کار حرفه‌ای میگه چی؟ کار حرفه‌ای در صورتی دو طرفه است. نمیشه گفت من وظیفه‌م حرفه‌ایه، کارفرما هر جوری دوست داشت برخورد کنه. پیشنهاد بده که آقا چون که حقوق ندارم من نمیتونم کار کنم، منطقی تر نیست تا اینکه کارو بکنه ولی با کیفیت کم. خب قاعدتا اینه، ولی تو یه جایی به بعد مثلا 1 ماه این کار انجام دادی درست سر تایم همه چی منظم، ماه دوم یه کوچولو کمتر شده چون مغزت 1000 جایه، درست. ماه سوم بیشتر، ماه چهارم بیشتر، ماه پنجم، ماه ششم تو اصلا حوصله یارو رو نداری، هر چی بگه میگی اوکی، میری کار خودت انجام میدی. مشتری میاد اصلا حوصله نداری به یارو جواب بدی. ولی به نظر من ببین دو طرف است دیگه. اگه 100 تا تعهد من میدم به عنوان کسی که حالا داره تو اون مجموعه فعالیت میکنه، طرف روی اون یه تعهدش باید وایسه. یعنی انتظار بیش از حد دیگه. یعنی تو فکر کن من به تو حقوق نمیدم، بعد از انتظار 1 ماه هم نه، مثلا 1 بار نه، 4 ماه 5 ماه 1 سال حقوقتو دیر دادن، تو 1000 تا مشکل برات پیش اومده. باز نظر من کار نکردنه. آره تو کیفیت کار کردن. آخه تو بری بگی من کار نمیکنم، یارو میگه باشه برو بیرون. وقتی تو قرارداد اداری درستی نداری، وقتی بخوای بری سمت قرارداد اداره کار، تو بیمه بهت میخوره. خیلی از کسایی که تو این صنفن سربازی ندارن، پسرا مخصوصا. البته دوباره قانون تصویب شده که از تمام صنفا میان چک میکنن. آفرین. خدمات اصلا خودشون مستقیم اصلا مجموعه رو چیز میکنن، پلم میکنن بعضا. ولی خب تو فکر کن که یارو مثلا سربازی نرفته، دانشجو، حالا دانشجو که میگیم حالا یه موضوع چیز داره، چی بهش میگن، معافیت تحصیلی داره. دقیقاً. ولی خب خیلی اصلا من خودم الان 31 سالم سربازی ندارم. درست. البته اسم فامیلیتو نمیگی. آره نگیم، میام میبرنم. بعد ولی اینجوری تو وقتی قرارداد درستی نداری، طرف میگی کار میکنی نکن برو بیرون. حالا بدو دنبال پولت، مگه میتونی بگیری برو بی اداره کار شکایت کن. به هر حال یه چیزی باید از جیب بدی، اداره کارم میخوای بری شکایت، پروندت بیفته رو غلطک دیگه. به همین راحتی نیست. ولی خب ترجیح میده کار بزن. برگردیم به خاطرات. آره. بعد بچه اومدن بالا همه کج و کله عصبی و اینا، دیدم خیلی وضع خرابه. اصلا جو خوبی نی. فکر کن میری مثلا سالن داره اینجوری کج میگی باش، تو اصلا انرژی خورده میشه دیگه به عنوان مشتری که داری هزینه میدی. من به بچه بودم که ساعت 8:20 بچه بودم، بچه برگردید اسنپ بگیرید برید. گفتم نمیشه که. گفتم چطور میشه 5 ماه حقوقتو ندن یا دیر بدن؟ تو هم اسنپ بگی برو. دخل باز کردم، حالا دخل اونجا هم دست ما بود، دخل باز کردم، پول نقد دیروز رو برداشتم و به هر کی پول اسنپش دادم گفتم برو. 4-5 نفر بچه‌ها اسنپ گرفتن رفتن. این ساعت 10:30 پسر اومد بالا و نما کرد هیچی نیست، میزا کثیفه، سالن تیجارو نخورده، بار دستگاه خاموش. گفت هر چیه؟ فقط من نشستم تو کافه. گفت هر چی شده و اینا. گفتم بچه‌ها اومدن دیدم حوصله کار کردن ندارن، گفتم برن. گفت یعنی چی برن؟ مگه میشه هم چیزی؟ گفتم ور چطور میشه تو پول ندی؟ آره. فلانی اجاره خونه شو مثلا پدرش فوت شده، مثال حالا فلانی مثلا پدر نداره، مثلا پدر شهرستانه داره اجاره خونه میده، مامانش اونجا داره زندگی میکنه. آقا پول نیاز ندارم، تعهد با انجام بده. آفرین. ولی خب یه سری مشکلات بود. مثلا فلانی گوشیشو قسطی خریده بود با کلی ذوق و شوق، هر روز یارو زنگ میزد و قسط چی شد. بعد گفتم که فرستادمشون رفتم. گفت نمیشه. گفتم چطور میشه این اتفاق بیفته؟ بعد این یه داداشی داشت وضعش خوب بود و حالا یه شهر دیگه، یه مجموعه دیگه که اصلا به کافه رستوران ربطی نداره، یه صنف دیگه فعال. شماره شبای بچه‌ها رو من صبح یادداشت کرده بودم که اگه این اومد داستان اوکی شد من بدم اینا مثلا براشون جابجا.
اومد گفت من چک دارم. گفتم مشکل خودته، مشکل ما نیست دیگه، ببند امروزا، نمیتونی پاس کنی امروزا ببند، استراحت بده. زنگ زد داداشش، حالا شبای بچه‌ها رو فرستاد، یکی یکی اسکرین شاتاشو میفرستاد. من زنگ می‌زدم گفتم اسنپ بگیرید برگرد. حالا همه با هم بودن، رفتن یه کافه دیگه نشسته بودن، ولی پلن رو من اینجوری چیدم که آقا یه ذره بهش بفهمونیم که آقا ما هم لازم داریم یه سری چیزو. بعد دیگه بچه‌ها اسنپ گرفتن، ازشم جدا دوباره پول اسنپ رو از دخل دادم بهشون، چون واقعا یه سری مواقع پیش میاد که طرف پول اسنپشو نداره بیا. و واقعا کارفرما باور نمیکنه، واقعا همینطوریه. آخه یارو چون درآمدی نیست تو بخوای سیف کنی واسه کارهای دیگه، همیشه ذخیره داشته باشی، همش میره. یعنی آره دیگه، فکر کن تو 20 ماه پیش حقوق گرفتی، الان مثلا 25 تموم خورده شده اون پول، چیزیش نمونده. با این تورم 40-50% یه چیزی میمونه برا. آقا اگه قرار باشه تو این کاری که هستی یه چیزی حذف کنی چیه؟ کارفرمای نفهم و بدون پول. کدومش؟ جفتش دیگه. چون نه آخه ببین، اونی که میفهمه پول داره کارش رو درست میبره. اونی که نمیفهمه پول داره همه پولش رو گوشه تو دکور و تجهیزات، صفر مطلق شروع کرده، از خودش در میاد تو خودش هزینه میشه. نه این نیست. حداقل تا باید 6 ماه حقوق پرسنل تو در نظر بگیری، اجارت در نظر بگیری، متریال تو در خاکخوری داره دیگه. هر صنفی خاکخوری داره. حالا یه سری صنفا کمتر، یه سری صنفا بیشتر. با این رقابت سنگین که مثل علف هرز کافه در میاد تو کرج، تهران و خیلی از شهرهای دیگه، خب تو باید یه مزیتی داشته باشی که 3 ماه اول حقوق رو بتونی بدی، هزینه متریال لنگ نمونی، ماه دوم تو توت فرنگی تو نتونی بخری جایگزین کنی. خیلی شده یارو مثلا یه لاینو هست، یه لاینو تو منو تو هست ولی مثلا روش خط کشیده. چرا؟ چون متریالش گرون در اومده دیگه نتونسته. بعد علم دیگه، ببین تو مثلا برای راه اندازی به نظر من باید با 10 نفر مشاوره بری، نه با یه نفری که اسمش معروف شده. مثلا توی یه شهر فلانی اسمش خیلی معروفه، 50 تا راه اندازی، 50 تا راه اندازی شاید 10 تاش موفق بود. آره این کار موفق الان اصلا یکی قاعده باشه. تو الان برو کافه‌ای که طرف راه انداخته الانشو نگاه کن، قدیمی ترینشو نگاه کن، ببین داره چجوری دخل میزنه، چند ساله هست، مثلا چند ساله هست. آره دقیقاً. خب یارو میره مثلا فلانی معروفه، باش یه دیلی میکنه، من میخوام انقدر سرمایه بذارم، اونم تا جایی که میتونه میدوشه. حالا نمیگم میذاره تو جیب خودشا، خرید اضافه، تجهیزات گرون قیمت، مثلا کافه 60 متر دستگاهش 1.7 میلیارد پولش، خب به کار اون کافه نمیاد. یا مثلا میره فر رشنال میخره. اوکی آقا تو اصلا منو تو بستی فر رشنال خریدی؟ درست. میدونی منظورم چیه؟ این مثال بود. احساس میکنم کلا کافه، حالا رستوران رو نگیم، ولی خود کافه صنفیه که اصلا شغلیه که یا اصلا کسب و کاریه که جدی گرفته نشده اصلا. حالا هر کسب و کار دیگه بخوای بدی، حالا از بحث جواز گرفتنش گرفته، از بحث قوانینش گرفته، راحت نمیتونی بزنی. قوانینی نداری اصلا علمشو نداری. اصلا دیتیلینگ خودرو مثلا دیگه خیلی ساده ترین حالتش تو میخوای بزنی، باید علمشو بلد باشی، دوره تخصصیشو دیده باشی، بعد کارو بلد نباشی نمیتونی کار کنی. کافر اینجوری نمیبینن. نه الان خیلی از بچهای این صنف هستن که کورسای مثلا راه اندازی دارن میذارن، آموزش دارن میدن، بعد توضیح دارن میدن که آقا میخوای یه مجموعه بزن، انقدر پول داری اینجوری برو جلو، چرا میای صفر میکنی خودتو؟ بعد یه شغلی هم شده شغل دوم سوم خیلی از آدمای پولدار، یا رو بساز فروش بوده 10 تومن تو حسابش اضافه داشته، چقدر باحال چای 80,000 تومن، برام کافه بزنم، پس خوش میگذره. ببخشید در و داف میاد و یه حالی میده و دختر و پسر و دوره هم میشینی. آره دیلم هم اونجا میزنم و اسمش هم اینه که کافه خودم. یارو نمایشگاه ماشینیه، روی یه دونه ماشین 1 میلیاردی 3 میلیارد میفروشه، 2 میلیارد سود میکنه. میگه ایول خب حالا این مازاد پولمو یه جا باید بالاخره سرمایه گذاری کنم. حالا اسمشو نذاریم پولشویی، ولی یه جایی باید بذاری دیگه.
میره تجزیه مجموعه را میندازه بدون علم. آقا تو رفتی نمایشگاه، به هر حال تو نمایشگاه دار بودی، 4 تا ماشین جابجا کردی، یه علمی پیدا کردی. ولی اومده تو این صنف بدون هیچ علم و داستانی یه راه انداز هم افتاده، مثلا خوره پولشو کشیده، تجهیزات، دکور خفن، پرسنل ول کرده رفته. بعد یارو مونده هاج و واج که من چیکار کنم؟ خب بکاپ مالی که ندارم، علمش هم که ندارم، بعد پرسنل از کار بزنه نمیفهمه. به نظر من میخوای کافه بزنی یا رستوران بزنی، هر چی باید بری یه دوره خودت وایسی یه جا. مثلا خرید کردن رو بفهمی. بیشتر نداره، یا خودت میری یاد میگیری بالا سر کار خود، یا یه مسئول درست و قابل اعتماد باید بذاری. و باز با این وجود خودت هم باید یا علاقه شو داشته باشی، علمشو یه مقدار به صورت کلی داشتی که اصلا سیستم داره چجوری کار میکنه. اصلا برو با 10 نفر مشاوره بده، پول مثلا تو که پول تو جیبت هست، 1 تومن هزینه بکن، 10 تومن هزینه بکن، با شاید مناسبت نباشه. آفرین، با 4 تا آدم مختلف توی بخش‌های مختلفش صحبت بکن، بعد ببین به نفعته یا نه. میای میزنی حقوق پرسنل نمیدی، پرسنل شاکی، بعد کسی بالا سر این صنف نیست، رئیس مثلا صنف قناده میاد جلسه میذاره، اصلا راجع به کافه صحبتی نمیشه توی اون صنف. تو این صنفی که هست اصلا به نظر پرسنل حق اعتراض داره؟ یعنی سیستمش یه جوری هست اعتراض بهش رسیدگی بشه؟ ببین قبلا اطلاع رسانی نداشتیم ما. یعنی مثلا راجع به قوانین، راجع مثلا سال 91 92 اینا تا حتی 3-4 سال پیش به نظرم خیلی کسی نمیدونست اصلا باید چیکار کنه. طرف لج میکرد نمیرفت کافه، پولش هم خورده میشد، این وسط صفر میشد. یا این که مثلا یه گجتی برمی داشت میرفت که اونم یارو میرفت شکایت میکرد دوربین بود و داستان میشد، یه دعوایی میشد. ولی تو 3-4 سال گذشته مجازی ذره کمک کرده. یه سری وکیلا اومدن راجع مثلا قانون کار صحبت کردن، یه سری چارت های قانون کار رو دادن بیرون که آقا اگر مشکل خوردی میتونی بری قانون مثلا اداره کار اعلام کنی، حقوق و مزایات رو دریافت کنی فلان. اینا قبلا نبود اصلا. یعنی تو اصلا میومدی بیرون دست با دراستر، حالا یه موقعی دنبال کار تا یه جا پیدا کنی دوباره بری سر کار. الان کارفرما میترسه از این داستانات جدیدن. ببین میترسن، ولی همچنان چون یه ذره چپشون پرتر از تو همیشه دست بالاتر رو دارن دیگه. درست. یه دروغ بزرگی که تو این صنف به همه میگن چیه؟ این کار پارت تایمه. پارت تایم یعنی چی؟ نیست؟ چجوریه؟ نه دیگه، ببین تو اولش شاید مثلا هفته اول ماه اول پارت تایم باشه، بعد یکی از نیروها قرار بوده بره که اصلا تو اد شدی به مجموع، ولی یهو به خودت میبینی 3 ماه داری مثلا فول 8 صبح تا 12 شب اونجا وقت میذاری از کار و زندگی. خب حقوق رو تغییر میدن که قطعا تهش. خب ساعتی میبندن، ولی عمرت میره دیگه، عمرت رفت کلا اونجایی. بعد برگشتی خونه جنازه مثلا 8-12 شب برگشتی خونت شده فقط خوابگاه، میری میخوابی دوباره صبح بلند میشی، بعد باید خوشحال شاد سر حال بلند شی بیای سر کار. ولی نه پارت تایم باطلاق میمونه. یعنی من هر کیو میشناسم رفته برگشته میگه آقا این کار مثل باطلاقه، گیر میکن، حال میده چون دیگه مثلا کار فانیه، ارتباط میگیری، میگی، میخندی تو فضای خیلی دوستانه‌ای، ولی خب پارت تایم نیست. خیلی وقتا پارت تایم نیست. اگه بخوای یه جمله بدون سانسور به اون کارفرمای پولداری که بی پول شده به خاطر ندونستنش چی میگی بهش؟ چکاتو بذار 10 به بعد، بذار حقوق اینا رو بدی، حقوق این بچه ها رو بدی، گناه دارن اینا هم دارن وقت میذارن کار میکنن. نمیدن. نه. یعنی فایده نداره. نه چون پول ندارن. نه دیگه آخه به نظر شده که مثلا طرف پول داشته باشه اون نده؟ آره چی تو فکرش بوده؟ آخه من دیدم طرف گفته من حقوق اینو الان من بدم میره. آره این خیلی زیاد به خاطر این هی پولو نگه می‌داره که مثلا یه سری از شرکت‌ها مثلا یه حقوقتو نگه می‌داره. آخه یعنی چه؟ یارو داره کار میکنه، یارو داره وقت میذاره، جون میذاره، تایم میذاره، انرژی میذاره، بعد تو میگی حقوقشو بدم میره. خب درست میدادی که نمیرفت که. مگه میشه یکی جا پاش صفر باشه، همه چیش رو قلتک باشه، بعد بخواد بره از اونجا؟ چرا باید بره؟ مشکل تو که فهمیدیم شده از یه جمله‌ای که بشنوی تو کافه ازش متنفر بشی. آره یه دونه داداش یه فول کافئین میزنی؟
نه این نیست، حالا اینی که شوخی گفتم ولی واقعا ولی اونا میگن، اونی که همه میگن میاد تو بعد توجیهش میکنی یا نه؟ من خیلی باشه یا مثلا میگه اوکی. ببین یه سری هستن که اصلا تو نمیتونی توجیهشون کنی، از ظاهر میفهمی اینو، اصلا رفتار طرف مشخص دیگه. دکه قهوه خورده، خب واقعیت چون علم درستی ارائه نشده، آموزشی نبود، الان خیلی بهتر باز شده، ولی همچنان یه سری اومدن یه دستگاه گذاشتن یه قهوه 100 روبوستای سوخته میدن مشتری، میگن این فول کافه، اما فول کافه این معنی نمیده. ولی جمله‌ای که خیلی اذیت کننده است که زیاد میشنوی اذیت میکنه اینه که سقفم پره. باز به کارفرما برمیگرده. این مشتری اذیتت نمیکنه خیلی. ببین مشتری میاد میره. آره. ولی کارفرما همیشه یعنی از 8 صبح که میاد تو مجموعه سقفش پره، 12 شب حالا به قول یکی از بچه‌ها میره عرق خوری. آره. بعد میشینن با اکیپای خودشون، مسافرتشو میره، اشغالشو میکنن، ماشینشو عوض میکنه، نمیدونم خونهشو آپدیت میکنه، ولی به تو که میرسه سقفش پره و چکاش برگشت خورده و بانک سپه و یه سری حقوق راجبش حرف زدیم که گفتیم صنف مشخص چون اتحادیه نداره، اصلا حقوقی تعریف نشده، همه هر کی هرچی گفته دنبال حقت باید بود و این داستان. یه سری حقوق عمومی مثل اماکن، ببین اصلا ما که با حالا این صنف نمیدونم اونا با این صنف مشکل دارن، ما که با هیچ مشکل نداشتیم. چون من احساسا همینو میگم. چرا؟ چون که وقتی یه اتحادیه برای چیزی نمیذاری و باعث میشه که کارفرما و حالا پرسنل با هم درگیر شن و از کار زده شن، یه روش البته جذابیه. سیستماتیک میشه، سیستماتیک کردن که خودتون برید. آره بعد ولی مثلا اینجوریه که ببین ما تقریبا میشه کسی که میاد تو این کار با علاقه ای اومده دی. حالا منهای اون بچه پولدارا و نمایشگاه بساز فروشایی که اومدن که پولشون رو تمیز کنن، حالا ما کاری با اونا نداریم، ولی کسی که اونجا مثلا وقتشو گذاشته، جونشو گذاشته، علاقهشو گذاشته، میاد پلومش میکنه، میان اذیتش میکنن. بعد مثلا مشتری بدون حجاب میاد تو، آقا به من چه که طرف حجاب نداره، اگه میتونستی جلوشو بگیری بیرون میگرفتی دیگه. اصلا جزء وظایف آفرین. فکر کن مثلا شما نیست، یعنی از لحاظ قانون مدنی هم بخوای بشنوی، فکر کن تو نوعی به خانومت اومدی، خانومت چال نداره، بعد من میام که مثلا خانم لطف کنید مثلا حجابت رو رعایت، تو نمیذاری، مثلا بلند نمیشی بگی آقا به تو چه، همسر من خودم اینجا هستم، به تو ربطی نداره. ولی خب این تعریفی نشده، یه طرف رد میشه نگاه میکنه توی کافه رو میبینه مشتری یه دونه شال نداره، عکس میگیره، فیلم میگیره، یه اخطار بهت میده، میگه ببن. بعد وقتی که پلم میشی تازه داستانا شروع میشه. حقوق شما چی میشه؟ حقوق و مزایا و اینا، مزایا که هیچی دوباره، ولی حقوق اصلا یهو گرد میشه دیگه سرش. خب ببین حقو به پرسنل من میدم، خب بالاخره مثلا یه هفته کافه پلم شده، آخه ناخواسته تو بوده، تو می‌خواسته، خب کارفرما هم بوده، اوکی، ولی ما بحث همون بکاپ مالی و خب مدیریت مالی عجیب باید بده کارفرما، دخلی نزده، تو هم کاری نکردی. ببین ما یه قانونی توی قوانین حالا همه جای دنیا هست به اسم فورس ماژور. درسته. وقتی فورس ماژور اتفاق میفته تو باید بتونی هندلش کنی دیگه. کسی که اومده اونجا داره کار میکنه یه سری خواسته ها داره، یه توقع داره، حقوق سر تایمه. آره. اون توقع وقتی پلم میشی، یا مثلا همین 12 روزی که هممون تجربهشو کردیم، خیلی صنفا بسته شد، خیلی کافه ها به خاطر حال شرایط بسته شد. همین الان برقا میره 2 ساعت، آب قطع میشه، خیلی داریم. کرونا بدترینش بود که چند ماه بود. خب این طرف یه برنامه‌ریزی مالی داره میکنه، چطور وقتی ادارات دولتی تعطیل میشن حقوق و مزایاشون سر جاشونه. الان به آخرین مرحله که رسیدی که پلم میشید یا تعطیل اتفاقی پیش میاد، الان حقوق میگیری نمیگیری؟ ببین اکثر جاها که با آمبول در میارن دیگه، ما تعطیل بودیم نمیدونم چکامون برگشت خورده، متریالمون خراب شد. اوکی منم میفهمم، من خودم 10 سال همه کار تو این صنف کردم، 11 سال خاکشو خوردم دیگه، یه جورایی خریدشو کردم، اجارهشو دادم، همه کارو توش بودم. حق داره ها، نمیگم حق نداره، ولی برمیگردیم به اون بکاپ مالی و گردش مالی، مدیریت پولت. تو باید برای اون تایم های فورس ماژورت پول داشته باشی، بذاری کنار. آقا اتفاق وقتی تو میای وارد صنف کافه میشی، پلم جزئی از کافه داریه. دقیقاً.
ماه رمضون متاسفانه. جزئی می‌دونی؟ از کافه داریه. آره یعنی یعنی تو- بعد آره دیگه باید یعنی باش تو کنار ماه اومده رمضون رو باشی. باید برنامه‌ریزی کنیم. درست. مثلا ماه رمضونت میخوره شب عید، الان 3 سال ماه رمضون ما شب عید دیگه. آره. سال دیگه هم باز شب عید. آره. تو ماه رمضونت میخوره شب عید، عیدیو چرا دستکاری میکنه؟ چرا عیدی نمیدی؟ چون ماه رمضون بوده. به من چه که ماه رمضون بوده؟ من وقت گذاشتم، 1 سال قبلشو وقت گذاشتم. بعد از چندین سال پیش رو کافه می‌داشت تو ماه رمضان نمی‌بود پولش جمع می‌کرد. آره نه اون آخه می‌دونی، مدیریت آره، مالی دیگه مشکلات ولی خب کلی تره دیگه. آفرین آره. سیستماتیک از بالا تا پایین آره. ایراد داره. ببین خیلی از بچه‌ها هستن تو این صف رفتن اقدام کردن برای اصناف ثبت کردن هستن. آره. ولی نمیدونم یا اجازه نمیدن یا خود این بچه‌ها یه چیزی دارن که نمیتونن آره. انجامش بدن. حالا من واقعیت در جریان نیستم بخوام حالا نقدی بکنم به کسی یا چیزی، ولی نمیذارن انگار. قنادا الان تعدادشون چقدره؟ کافه ها چقدره؟ اگه برگردی از اول 11 سال پیش، حالا اون موقع هم دنبال کار بودی، همین راه دوباره میای؟ ببین همین راه و همین صنف رو انتخاب میکنم چون علاقه رو پیدا کردم توش، ولی شاخه های دیگرش هم ورود میکنم توش. مثلا الان خیلی باز شده یا بیکری هست، روستری هست، نمیدونم بحث اصلا لته آرت مسابقات جهانی داره، قهوه های دمی مسابقات جهانی داره. میدونی میتونی توش به جای اینکه یک باریستای مثلا حالا با تجربه باشی، میتونی یه روستر خفن بشی، میتونی یه بیکر خفن بشی، چون تجربه تو بالاخره به دست آوردی، تخصصت رو پیدا کردی، میتونی ورود کنی تو مسائل دیگه. من شاید اون موقع مثلا پول کلاسای آنلاین و دوره‌های خیلی خفن SCA که تو ایران بود و نداشتم، درست. نتونستم. ولی خیلی از بچه‌ها همون دوره SCA گرفت، الان مدرسن، داورن، شاید همسن منم باشن خیلیاشون. جمله نهایی، ولی به من نه، به همسنفیای خودت و همکارات چی میگی؟ ببین الان میتونید قانونی پدر حسابکارتون رو درارید. یعنی وقتی شما توی مجموعه کار میکنید حقتون رو خوردن، ول نکنید برید. چون بالاخره اونجا دوربین داره، قابلیت آره ثبت ما شدن که قبلا اونجا ول کار می‌کردیم کردی میرفتیم یه دعوای لفظی، یه بحثی، یه چیزی ول می‌کردیم میومدی بیرون و میگفتی من دیگه فلانجا پام هم نمیذارم. اوکی پاتو نذار، ولی پدر یارو رو درا بفهمه حق خوری کار درستی نیست. آقا چرا مثلا تو پول تو جیبت باشه من پول تو جیبم قانون برای این نباشه؟ حمایتی هست. آره هست. آقا استشهاد جمع کن از کسبه محله، دوربین اونجا هست، نمیدونم ساعت کاری، واریزی حقوقت حتما به کارت شخصیتون واریز کنن، چون اون خودش داستانی تو وزارت کار مثل که داره. مستقیم بگید از کارت خودش به نام خودش به کارت تو به نام خود. اینا میتونی پدر یارو رو دراری تا بفهمه حق. حالا کارگر که نمیشه گذاشت اسمشو، کسی که کار میکنه و کارمنده تر رو نخوری. امیدوارم این زخم کهنه ترمیم پیدا کنه. بعید میدونم و دیگه با این باش کنار اومده تا دیگه. سیستم درست نشه درست نمیشه. منطقی هم هست دیگه. آره همه جای دنیا بشه. یه سیستم مشخصی داره میره جلو. کار کافه مشخصه، بارتندر مشخصه، نمیدونم اونی که با الکل نوشیدنی درست میکنه کارش مشخصه. اونی که قهوه‌های دستگاه، سالوندار، همه‌شون مشخصن، حقوقشون تعریف شده. اینجا تعریفی ما نداریم از حقوق. خیلی ممنونم. قربونت، فدات شم. دمت گرم از دعوتت. مرسی. امیدوارم چنلت بهتر کنه. بچه‌ها سابسکرایبش کنید حتما. آره. شما هم برام بنویسید اگه تو این سم کار میکنید، برام کامنت بذارید که مشکلاتتون واقعا هنوزم کارفرماه یا با مشکلات دیگه‌ای دست و پنجه گرم میکنید. نرمه یا گرم؟ نرم میکنید. روزتون بخیر. قربونت، فدات شم.